میدونی خدا بودن چه حسی داره؟ اگه نمیدونی باید در جریان باشه که هر روز برنامه‌نویسا دارن این حس رو تجربه میکنن. چجوری؟ با خلق دنیای دلخواه خودشون، با کدنویسی، گذاشتن قوانین خودشون، پیاده سازی منطق خودشون، هر چی که دلشون بخواد میتونن بسازن و در نهایت میتونن کل این دنیا رو با دکمه دیلیت از بین ببرن. درود دوستان، مهدی دفکو هستم و توی این ویدیو اومدم یه بیوگرافی ریز از خودم بدم که شما بدونید دارن این ویدیوهای چه کسی رو تماشا میکنید. خب اسم کاملا مهدی حیدری، ساکن زنجان هستم، زنجانلو ترکم و متولد سال 84 هستم و امسال یعنی امروز که 4 آذر 404 هستیم من ترم سوم دانشگاهم. یه ساعت دیگه بعد راه بیفتم برم دانشگاه ساختمان داده و الگوریتم بخونم. اول از همه دلیلم واسه شروع کردن کدنویسی بگم. اگه بخوایم به ریشه برگردیم باید بریم از 4 سالگیم که با بازی کامپیوتری آشنا شدم، در واقع با پلی استیشن 2. ولی خب از اونجایی که نمیخوایم اون همه برگردیم عقب، میخوایم خیلی ساده بهش نگاه کنیم و بگیم که به خاطر این بود که دوست داشتم بازی بسازم و متوجه شدم برای اینکه بازی خوب بتونی بسازی باید چون گشادتو تعیین کنی و کدنویسی یاد بگیری، اونم با سی شارپ، چون یونیتی خیلی قابلیت بیشتری بهت میده که حالا سر اون بعداً بحث میکنیم. بین آنریل و یونیتی باید قشنگ درست حسابی مقایسهش کنم، ولی به طبق سلیقه من با یونیتی حال میکنم. برای همین رفتم سراغ سی شارپ و یه پیشینه از دورانی که کدنویسی یاد گرفتم بهتون بدم. کلا 2 ساله داریم کسایی که تازه شروع کردن میان میگن ما 5 سال کار میکنیم، ولی آقا صادقانه میگم کلا 2 ساله. یه سالشو کسکلک بازی میکردم ولی تو اون یه سال دیگه شی بالا پایین داشته، یعنی یه مدت درست کار میکردم یه مدت درست کار نمیکردم. که خب منابع من برای یادگیری یه مقدار سایت تاپلن بوده که دوره‌های ما مداینو دیدم، یه مقدارش از یوتیوب بوده، در حال حاضر حجم زیادیش از چت جی پی تی و یه شخص بسیار عزیزی هم هست که لطف میکنه به من آموزش میده و به صورت حضوری هر از گاهی میرم میبینمش و هر از گاهی بهم تسک میده. این اواخرم خیلی روی این تمرکز داشتم که سطح برنامه‌نویسیمو ببرم بالا و داشتم با زبان سی شارپ ای پی آی مینوشتم. الانم یه پروژه نسبتاً ساده رو تکمیل کردم و توی گیت پابلیکش کردم که لینکش رو این زیر میذارم، میتونید برید کدا رو ببینید اگه حال کردین. ولی خب اینا همش برای الانه. پیشینه من تا الان اینه، ولی من توی این نقطه که رسیدم یه چیز خیلی جالب فهمیدم. اونم اینه که مهم نیست علمت چقدر زیاد باشه، تا وقتی که نبیننت و دیده نشی یه کار درست حسابی گیرت نمیاد. و یکی از بزرگترین دلایلی که این چنل زدم همینه. اول اینکه یه قانونی وجود داره که میگه اگه تو موضوع درست یاد نگیری نمیتونی به کسی توضیح بدی. پس اگه میخوای چیزی رو توضیح بدی و یاد بدی باید خودت خوب یاد گرفته باشی. همین باعث میشه که اگه من بخوام چیزی رو بیام و به شما توضیح بدم خودم اول درست راجبش تحقیق کنم و همین باعث میشه که مجبور بشم که خوب یاد بگیرم، که خودش این امتیازه واسه من. و بعد از ارائه دادن مطالب شما میتونید اون چیزا رو یاد بگیرین، من راضی، شما راضی، چون علاقه ناراضی. علت دومم که همون چند لحظه پیش بهتون گفتم دیده شدنه، که خب این خیلی مهمه است و دوستان اشتباه قدیمی منو نکنید. من قبلا چند تا پروژه زدم، با ویندوز فرم اپلیکیشن زدم، با یونیتی 1-2 تا بازی ساختم، الان نمیدونم کجان، همشون حذف شدن. و شما این اشتباه نکنید، سعی کنید از همون اول تو دید باشین، گیتتون رو اوکی کنین، لینکدینتون رو اوکی کنین، پروژه تمرینتون رو همون گیت بزنین. اصلا حالا این مثلا من چنل یوتیوب هم نذارید ولی حداقل اونجا فعال باشین، چون دیده شدن خیلی مهمه. و همین دیگه، این پیشنهادم به شما بود و دوست دارم که هر چیزی که یاد میگیرم بیام تو این چنلم به بقیه یاد بدم، چون بالاخره 2 سر سود دیگه. من کلا رابطه های 2 سر سود و خوشم میاد، نه اینکه یه سر سود یه سر زدر. تا کم کم خودمو بی‌آبرو و شرف نکردم. بدرود.